ورفیکوتی و مرگ ازایا. همه چی از شب تولد 18 سالگی ورفیکوتی شروع شد. یه مادر که یه بچه 20 ماهه به اسم ازایا داشت. ورفی به جای اینکه شب تولدش رو با بچهش بگذرونه، تصمیم گرفت با دوست پسرش بره کلاب و خوش بگذرونه. حالا فکر میکنید بچه رو سپرد به یه نفر؟ نه، ازایا رو تو خونه تنها گذاشت، در رو قفل کرد و رفت. نه غذا، نه آب، نه هیچی. فقط یه بچه کوچیک توی خونه خالی برای 6 روز کامل. روز 9 دسامبر برگشت خونه و شروع کرد به گریه و زاری که ازایا بیهوشه. انگار انتظار داشت بچه بعد 6 روز هنوز سر حال باشه. ازایا رو بردن بیمارستان، ولی دیگه دیر شده بود. از گرسنگی، کم آبی و ذات‌الریه مرده بود. ورفی اول گفت من خونه بودم، ولی پلیس گوشیشو چک کرد و دید نه تنها بیرون بوده، بلکه کلی عکس و فیلم از خوشگذرونیاش داره. تو دادگاه اینا رو نشون دادن و ورفی به جرم قتل غیرعمد 9 سال زندان گرفت. 6 روز تفریحش حالا باید تا 10 دهه تو ذهنش بمونه. ترسانور کابوس بچه هاش. ترسانور یه مادر بود که اسمش هم بشنویم و به تنت سیخ میشه. این زن 6 تا بچه داشت، ولی بعد از تولد آخریش دیگه کنترل خودش رو از دست داد. مشروب و افسردگی کارشو به جایی رسون که از بچه هاش متنفر شد. سال 1984 با یه تفنگ به دختر بزرگش سوزان شلیک کرد. حالا فکر میکنی بردش بیمارستان؟ نه. خودش با چاقو گلوله رو در آورد و سعی کرد عمل کنه بدون هیچ تجربه‌ای. سوزان حالش بدتر شد، ولی بازم دکتر نبردش. آخرش بهش داروی بیهوشی داد، دهنش رو با چسب بست و به پسرهاش گفت ببرنش کنار جاده 89. بعد خودش بنزین ریخت و آتیشش زد. سال بعد 1985 نوبت دختر دومش شیلا رسید. ترسا گفت تو به من بیماری دادی. شیلا رو حسابی کتک زد و 6 روز توی کمد کوچیک بدون غذا و آب زندانیش کرد تا مرد. بعد جنازش رو گذاشت توی جعبه و انداخت نزدیک یک کمپ. 10 سال آزاد بود تا اینکه پسرهاش به پلیس زنگ زدن و همه چی رو گفتن. ترسا دستگیر شد و به 2 تا حبس ابد برای شکنجه و قتل دختراش محکوم شد. این دیگه یه مادر نبود، یه هیولا بود. فلیشیا مکلور، شهر مطلق. فلیشیا مکلور یه مادر بود که تصمیم گرفت از دختر 13 سالش پول در بیاره، اونم به بدترین شکل. یه روز رفت تو ایبی و بکارت دخترشو برای $10,000 حراج کرد. خیلی زود یه عالمه آدم خطرناک شروع کردن به پیشنهاد دادن و یه نفر به اسم دان گفت من میخرم. فلیشیا با دان تماس گرفت و حتی دخترشو برد خرید لباس زیر تو فروشگاه که جلوی اون بپوشه و خوشش بیاد. تازه عکسای نامناسب از دخترش گرفت و برای یه نفر دیگه به اسم ویل فرستاد. قبل از اینکه بیشتر از این به بچه‌ها سیب بزنه، دوست پسر فلیشیا پیام‌ها رو دید و به پلیس خبر داد. تحقیقات نشون داد همه چی درسته و فلیشیا دستگیر شد. تو دادگاه گفت دخترم خودش میخواست، ولی قاضی این بهونه‌ها رو قبول نکرد. فلیشیا به حبس ابد محکوم شد، ولی دان و ویل هنوز فرارین و پلیس دنبالشونه. این کارا دیگه از حد تصور آدم خارجه. جلیسا تالر و قتل پسرش. جلیسا تالر یه مادر بود که یه روز تصمیم گرفت یه شادکان بخره و از یه دوستی یاد گرفت چطور شلیک کنه. وقتی حسابی دستش را افتاد، یه شب جمعه پسرش ایلای رو با خودش برد بیرون، ولی دیگه با خودش برنگردون خونه. 2 روز بعد پلیس ماشین جلیسا رو نگه داشت، چون انگار از یه فیلم اکشن اومده بود بیرون. شیشه جلوی ماشین کامل نابود شده بود. یه لاستیکش قیبش زده بود و رینگش رو زمین میکشید. پلیس ماشین رو گشت و تو صندوق عقب جنازه ایلای رو پیدا کرد، پیچیده توی پتوی خون. جلیسا رو همونجا دستگیر کردن و جنازه بچه رو برای کالبد کافی فرستادن. گزارش نشون داد که ایلای 9 بار با شاتگان شلیک خورده بود. تو دادگاه جلیسا گفت مشکلات روانی داشتم و این کارو کردم، ولی قاضی این حرفا رو بهونه دونست
و گفت برای محاکمه سالمه. آخرش به جرم قتل درجه 1 به حبس ابد بدون امکان عفو محکوم شد. اینکه یه مادر بچه‌ش رو اینجوری از بین ببره واقعاً قلب آدمو میلرزونه. کریستوفر وودز و انتقام مرگبار. ژانویه 2023 برای هدر وودز مثل یک کابوس شروع شد. اون و شوهر سابقش کریستوفر از هم جدا شده بودن، ولی کریستوفر این جدایی رو قبول نکرد. شروع کرد به تعقیب هدر، آزار دادنش و تهدید کردنش. این کارا بارها تکرار شد، ولی وقتی فهمید هدر هیچ برنامه‌ای برای برگشتن نداره، تصمیم گرفت بدترین ضربه رو بهش بزنه. شب قبل از اتفاق به هدر یه پیام ترسناک فرستاد که نوشته بود این پایان راه ماست. روز بعد رفت تو اتاق دختر 12 سالش نیوا و وقتی بچه تو خواب بود با اسلحه به سرش شلیک کرد و کشتش. بعدش هم رفت تو اتاق خودش و خودشو کشت. این کار کریستوفر یه انتقام وحشتناک از هدر بود که فقط یه بچه بیگناه رو قربانی کرد. این داستان نشون میده یه ذهن بیمار تا کجا میتونه پیش بره. شان دیلی و قرارداد وحشتناک. شان دیلی یه مادر بود که یه تصمیم عجیب و غریبی گرفت. وقتی فهمید قرار عمل جراحی بشه و یه مدت نمیتونه کنار دوست پسرش باشه، به جای اینکه دنبال راه عادی بگرده، یه قرارداد با دختر 15 سالش نوشت. تو این قرارداد گفته بود که دخترش باید هر وقت دوست پسرش مایکل فیتزگیبن بخواد باهاش رابطه داشته باشه. مایکل هم قبول کرد و قول داد در ازای این کار برای شان لباس و هدیه بخره. شرط قرارداد این بود که دخترش قبل از اینکه چیزی مثل پول، غذا یا اجازه بیرون رفتن بگیره باید با مایکل می بود. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه دختر به یکی از اقوامشون حرف دلشو زد و اونم سریع به پلیس خبر داد. پلیس تحقیق کرد و فهمید مایکل نه تنها از دختر شان بلکه از دختر 12 ساله خودش هم قصد سوء استفاده داشته. شان و مایکل دستگیر شدن و این قرارداد وحشتناک نشون داد که شان چطور بچه‌شو فدای خواسته های خودش کرد. دیدی بلانچارد و شکنجه جیپسی. داستان دیدی بلانچارد و دخترش جیپسی از همون روز تولدش شروع شد. دیدی از وقتی جیپسی 3 ماهش بود به همه گفت که بچهش آپنه خواب داره، یه بیماری که موقع خواب تنفسش قطع میشه. تست ها هیچی نشون نداد، ولی دیدی ولکن نبود. وقتی جیپسی 8 ساله شد، دیدی ادعا کرد که دخترش لوسمی، دیستروفی عضلانی، آسم، تشنج و مشکلات شنوایی و بینایی داره. این حرفا باعث شد جیپسی رو ویلچر بشین، بهش لوله تغذیه وصل کنن و پر از دارو بشه. عمل جراحی پشت همه. از چشماش گرفته تا غدد بزاقش رو در آوردن فقط به خاطر دروغای مادرش. سالها بعد معلوم شد همه این بیماری ها ساختگی بود. دیدی با این داستان ها از مردم پول و ترحم می گرفت، ولی در واقع داشت دخترش رو شکنجه می کرد. جیپسی بعد از 24 سال تحمل این زندگی با یه پسر که توی سایت آشنا شده بود نقشه کشید. یه شب تو ژوئن 2015 اون پسر دیدی رو کشت و با جیپسی فرار کردن. پلیس اونا رو گرفت و تو دادگاه معلوم شد جیپسی چقدر زجر کشیده. به جرم قتل درجه 2 10 سال زندان بهش دادن، ولی اون پسر به حبس ابد محکوم شد. این داستان نشون میده چطور یه مادر میتونه زندگی بچه‌شو نابود کنه. لوری والو و آخرالزمان خیالی. لوری والو یه مادر 52 ساله از آیداهو یه روز غرق یه باور مذهبی عجیب شد. به دادگاه گفت که پسر 7 سالش جاشوا و دختر 16 سالش تایلر زامبی شدن و اون یه اله هست که باید اونا رو نابود کنه. تو سپتامبر 2019 این 2 بچه غیبشون زد. ماها خبری ازشون نبود تا اینکه سال 2020 جنازهشون تو زمین شوهر 5مش پیدا شد. جاشوا توی کیسه زباله با دستای بسته بود و از تایلر فقط بقایای سوخته مونده بود.
لوری گفت بعد از یه تصادف نزدیک به مرگ با ارواح حرف میزده و اونا بهش گفتن بچه‌هاشو بکشه تا به بهشت برن. حتی تو دادگاه گفت مطمئنم اونا الان تو بهشتن و خوشحالن. ولی این حرفا کسی رو گول نزد. لوری به جرم قتل 3 نفر از جمله شوهر 4مش چارلز که سال 2019 کشته بود محاکمه شد و به 3 تا حبس ابد پشت سر هم بدون عفو محکوم شد. اینکه یه مادر به خاطر خیالاتش بچه‌شو بکشه واقعا دیگه حد تصور رو رد میکنه. یونیس اسپرای و 19 سال وحشیگری. یونیس اسپرای یه مادر 62 ساله 19 سال تمام بچه‌هاشو با بیرحمی شکنجه کرد. این زن که یه شاهد یهوه دو آتیشه بود اعتقاد داشت تنبیه سخت بهترین راه تربیته. با میله آهنی، چوب و کفی کفشش بچه‌ها رو میزد. یه بار که دخترش نوشیدنیشو ریخت زمین، موهاشو کشید و صورتشو تو مدفوع سگش کرد. پسرش تعریف کرد که یونیس دستشو رو اجاق برقی نگه داشت تا پوستش آب شد. بچه‌ها رو لگد میزد، خفشون میکرد و اگه گریه میکردن چوب تو گلوشون فرو میکرد. وقتی مریض میشدن بهشون مدفوع موش میداد به اسم دارو و اگه بالا می آوردن مجبورشون میکرد همونو بخورن. این وحشیگری ها ادامه داشت تا اینکه یه نفر از گروه مذهبیشون به یه دختر که صورتش با سنباد زخمی شده بود مشکوک شد و به پلیس گفت. یونیس دستگیر شد و تو دادگاه همه این کارهای وحشتناک و جلوش گذاشتن. آخرش به جرم شکنجه و آزار به زندان افتاد. این دیگه فقط یه کلمه داره: ظلم.